안녕하세요. درود به همگی. خیلی خوشحالم از اینکه ویدیوم رو انتخاب کردید تا تماشاش بکنید و خیلی خوش اومدید. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. یکی از چیزایی که بچه‌ها رو توی زبان کره‌ای گیج میکنه تلفظه. مخصوصا حروف بی صدایی که گاهی یه جور خونده میشه، گاهی یه جور دیگه. امروز میخوام خیلی ساده و کامل بهتون توضیح بدم که چرا این اتفاق میافته و چجوری میتونید راحت تلفظ درست رو یاد بگیرید. خب من امروز قراره که اون 7 حروف بی صدایی که دو جور خونده میشن رو بهتون آموزش بدم که کجای کلمه چه صدایی میده. با اولین حرف شروع میکنم، حرف کیا. اگر توی خونه اول یا جعبه اول سیلاب اول کلمه قرار بگیره صدای ک میده، بقیه جا صدای گ میگیره. مثلا چی؟ الان ما گفتیم که اولین سیلاب اولین جعبش. الان مثلا این یک کلمه است و خب اگر حساب کنیم 2 سیلابیه. چرا؟ چون 2 تا حرف صدادار داره. پس یکیش برای یه سیلابه، یکیش برای سیلاب دیگه است. کودو. الان ما گفتیم که توی سیلاب اوله و جعبه شماره اولش قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی در واقع این شکلیه. پس توی جعبه شماره اول قرار گرفته، صدای ک میده. بقیه جا که باشه صدای گ میده. مثلا اینجا رو نگاه کنید. کوگی. چی شد؟ توی سیلاب اولش صدای ک گرفته، توی سیلاب دوم با اینکه جعبه شماره اول هستش ولی چون جای دیگه است و توی جعبه اول سیلاب اول قرار نگرفته پس صدای گ میده. کوگی. اینجا صدای گ میده، اینجا صدای ک. اینم همینجور. مثال بعدی رو نگاه کنید. نوگو. توی سیلاب اول نیست ولی توی جعبه شماره اول هست. در واقع جعبه شماره اول سیلاب دوم. پس میشه این. صدای گ میده. نوگو. براتون معنی کنم. کودو به معنی کفش هستش. کوگی به معنی گوشت و نوگو هم به معنی کی، چه کسی. خب حالا حرف تیگ. اگر توی جعبه اول سیلاب اول کلمه قرار بگیره صدای ت میده. در غیر این صورت صدای د میگیره. الان این مثال رو ببینید. تری. چی شد؟ توی سیلاب اول قرار گرفته و همچنین توی جعبه اول قرار داره. پس صدای ت میده. تری به معنی پل یا پا. مثال بعدی رو ببینید. چیدو. اینجا صدای د میده. چرا؟ چون توی جعبه اول سیلاب دوم قرار گرفته، توی سیلاب اول نیست. پس اینجا صدای د میده. و همچنین مثال آخر تشی به معنی دوباره. تشی اینجا توی سیلاب اول قرار گرفته و توی جعبه شماره اول هستش. پس اینجا صدای ت میده. و خب چیدو هم به معنی نقشه هستش. حرف پیر. اگر توی جعبه اول سیلاب اول کلمه باشه صدای پ میده و اگر توی هر جایی به جز سیلاب اول قرار بگیره، یعنی جعبه اول سیلاب اول قرار بگیره، صدای ب میده. برای مثال پینو به معنی صابون. پینو. اینجا پیه در جعبه اول سیلاب اول کلمه قرار گرفته، پس صدای پ میده. اینجا توی جعبه اول سیلاب اول کلمه قرار نگرفته، پس صدای ب میده. چوبو به معنی خانه‌دار. چوبو. توی این قسمت هم توی جعبه اول سیلاب اول هست، هم توی جعبه اول سیلاب دوم. پابو. پابو به معنی احمق. خب اینجا هم دیگه توضیح نمیمونه واسش. پ چون توی جعبه اول سیلاب اوله و اینجا ب چون توی جعبه اول سیلاب دوم، یعنی هر جایی جز سیلاب
اول قرار گرفته. حرف چیل. خب اینجا هم اگر توی جعبه اول سیلاب اول کلمه قرار بگیره خب صدای چه میده و خب هر جای دیگه قرار بگیره صدای ج میده. البته توی پچیم یعنی توی جعبه سوم در صورتی که سیلاب بعدش با حرف ایونگ شروع نشده باشه صدای د میگیره. اینا یه جور قوانینی هستن که حالا توی پچیم میخونیمشون، اما بدونید که حرف چی در پچیم صدای د میده. برای مثال کلمه چیدو، چیدو به معنی همون نقشه. خب اینجا چون توی جعبه اول سیلاب اول کلمه قرار گرفته پس صدای چه میده و اینجا درم دقت کنید که اینجا د همون تیگت صدای د میده چون توی جعبه اول سیلاب دوم قرار گرفته، توی جعبه اول سیلاب اول نیست. کلمه بعدی موجا، موجا به معنی کلاه کپ هستش. اینجا توی جعبه اول سیلاب اول نیست پس صدای ج میده. و اینجا چاجو به معنی اغلب بیشتر، چاجو. خب اینجا هم توی سیلاب اول قرار گرفته هم توی سیلاب دوم یعنی توی جعبه اولشون. پس اینجا توی سیلاب اولی صدای چه میده و به سیلاب دومی هم صدای ج میگیره. حرف شیو اگر با حروف صدادار مثل ی، یا، یو، یو، ای، ی و وی بیاد صدای ش میده. همچنین توی پچیم هم صدای د میگیره اگر سیلاب بعدش با اینگ شروع نشه، یعنی اینجا صدای د میده. اوت به معنی لباس. حالا بریم سراغ مثالای خودش. ساجا به معنی شیر جنگل هستش، شیر خوراکی نیست. ساجا. خب اینجا صدای س میده اصولا چون با هیچ تا از اینا نیومده. تاشی، تاشی به معنی دوباره. اینجا با حرف ای اومده پس اینجا صدای ش میده. همچنین توی شیپتا، شیپتا به معنی آسان بودن چون با وی اومده پس اینجا صدای ش میگیره. حالا حرف اینگ. خب توی جعبه اول سیلاب اول کلمه قرار بگیره خب بی صدای یه جوری حروف تزئینیه، در غیر این صورت صدای انگ میده. الان برای مثال نگاه کنید. امه به معنی مادر. توی اینجا توی جعبه اول سیلاب اول قرار گرفته پس بی صداست. حالا فهمید که چرا قبل از حروف صدادار میاد؟ الان من اگه بخوام سیلابشو بکشم اینجا، در واقع ما گفتیم که همیشه حروف صدادار توی جعبه دوم سیلاب قرار میگیره. پس اینجا باید چی بذاریم که سیلاب بندیمون درست بشه؟ چرا؟ چون ما نمیتونیم اینجوری کلمه رو بنویسیم، اصلا درست نیست، همچین چیزی وجود نداره. حتما باید قبلش یه حروف بی صدای قرار بگیره دیگه. اومدن حالا خود کره تصمیم گرفتن که حرف این رو جای این قرار بدن، یعنی هم بی صدا باشه هم صدای این بده. در واقع ما جای جز جعبه اول و جعبه سوم نداریم که حرف ایون قرار بگیره، تنها این دوتا جا قرار میگیرن. برای مثال نگاه کنید. کانگ اینجا هم صدای اونگ میده. چرا؟ تو جعبه سوم قرار گرفته. و همچنین توی چانگسو اینجا هم توی جعبه سوم قرار گرفته و به معنی مکان هستش. این هم خب به معنی رودخانه هست. و حرف آخر حرف ریل. اگر در جعبه اول سیلابی قرار بگیره، نگفتم سیلاب اول، هر سیلابی جعبه اولش قرار بگیره صدای ر میده. مثلا رادیو به معنی رادیو توی سیلاب اول قرار گرفته ولی خب جعبه اولش هم هست پس صدای ر میده. یا مثلا کلمه اوری به معنی ما، اینجا هم صدای ر میده. چرا؟ چون تو جعبه اول یه سیلابی قرار گرفته پس اینجا هم صدای ر میده.
و حالا میگه که اگر کلمه تکسیلابی باشه و جبه سوم یا همون پدچیمش حرف ریل باشه صدای ل میده. مثلا کلمه مل هم به معنی حرف زدن هستش، هم اگر بخوایم همجوری حساب کنیم به معنی اسب هم میده. مل اینجا صدای ل میده. و گزینه سومی میگه که هر کلمه اگر به ریل ختم بشه صدای ل میده. مثلا کلمه آلگول، آلگول نها کنید اینجا هم صدای ل میده. چرا؟ چون توی آخرین سیلاب پدچیمش قرار گرفته. ولی اگر مثلا کلمه‌ای بود که بعدش با حرف ایونگ شروع بشه، اینجا تو دیگه نمیگی الایو، میگی ارایو. چرا؟ چون بعدش حرف ایونگ اومده. در واقع این حرف ایونگ یه جورایی خنثی کننده هم هستش. حتی توی گزینه دوم هم صدق میکنه. الان ما اگر این رو میخونیم ال، ولی چون بعدش سیلاب بعدش با ایونگ شروع شده، پس اینا دیگه ل نمیخونیم، ل تلفظ نمیکنیم، ر تلفظ میکنیم. و همچنین تو گزینه سوم. خب ولی حالا اگر با حرف ایونگ شروع نشه چی؟ خب اینجا حرف ریل صدای ل میده. مثلا اینجا رو نگاه کن، اینجا هم توی پدچیمه ولی سیلاب بعدش با هر حرفی به جز ایونگ شروع شده، پس اینجا هم صدای ل میده. آل گول. یا مثلا کلمه کلبی به معنی کباب دنده، اینجا هم با ب شروع شده، پس اینجا توی پدچیم که هست صدای ل میده، صدای ر نمیده. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و جذاب بوده باشه و حتما لایک و سابسکرایب بکنید. اون زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای دیگه هم رو بتونید تماشا بکنید. تمام یانسا انسان من نیو.